مطابق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 سپتامبر سال 2011 و جدول تصدیق نموده رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده اید به برگزاری نشست‌های مطبوعاتی در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها، سرریاست و ریاست‌ها، تشکیلات و اداره‌ها و مؤسسه‌ها روز 9 فوریه نشست مطبوعاتی اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اسفره بهاوالدین بهادرزاده برگزار گردید. پیش از آغاز نشست به توجه حاضرین نوار ویدیویی اید به نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر اسفره در سال 2020 که در تلویزیون اسفره تهیه شده است واگذار و به هر یکی از شرکتداران ورقه اطلاعاتی خدمات اطلاعات رئیس شهر دسترس کرده شد. شهردار اسفره بهاوالدین بهادرزاده ضمن بیان نشان دهنده های اساسی نتیجه فعالیت ساحه های اقتصادیات و اجتماعیات شهر اسفره دوام سال 2020 از جمله تذکر داد که در نتیجه چاره‌های اندیشیده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر قطعی نظر از مشکلات جای داشته و تأثیر و پیامدهای ناگوار بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 در این دوره تمایل مثبت اکثر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و استواری نشان دهنده‌های اساسی اقتصادی شهر تأمین کرده شد. همین ذیل در این دوره نقشه قسم درآمدی بودجه دولتی با در نظر داشت انداز اجتماعی غیر بودجتی 117% اجرا شده به بودجه 137 میلیون و 258,030 سامانی و یا خود 898,030 سامانی زیادتر مبلغ وارد گردید. اجرای نقشه بودجه جمهوریوی 111,7% تامین گردیده به جای 26 میلیون و 459,000 سامانی پیش بینی شده 29 میلیون و 545,007 سامانی و یا خود 3 میلیون و 86,007 سامانی زیاد مبلغ پرداخته شد. مجموع محصولات صنعتی با در نظر داشت محصولات سکتور خصوصی و خدمات رسانی ها 372,1 میلیون سامانی را تشکیل نموده سرعت افزایش 130,5% تامین گردید که نسبت به نشانداد سال 2019 هم 12,6 میلیون سامانی زیاد می باشد. با جلب سرمایه مستقیم ساختمان 6 عدد کارگاه و کارخانه های صنعتی با تأسیس 120 جای کاری و مبلغ عمومی 2,4 میلیون سامانی به نقشه گرفته شده دوام سال 2020 همه آنها به فعالیت آغاز کردند. طبق معلومات ها دوام سال گذشته از جانب کارخانه های شهر و صاحبکاران به خارج مملکت به مقدار 13,431 تن میوه خشک، 12,090 تن محصولات کنسروگی، 318 تن پیاز و 34 تن سمنت صادرات شده است. در سال 2020 مجموع محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگیداری 564 میلیون سامانی را تشکیل نموده سرعت افزایش آن 112% تأمین گردید. در سال سپری شده از حساب همه سرچشمه ها به مبلغ 146.3 میلیون سامانی فاندهای اساسی به استفاده داده شدند که در مقایسه با سال پیشین 3 مراتب زیاد می باشد. همزمان حجم کارهای قدرتی به مبلغ 2.4 میلیون سامانی افزایش یافته مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 54.7 میلیون سامانی و حجم کارهای بناکاری و وصل سازی 49.2 میلیون سامانی را تشکیل نمود. من بعد نمایندگان واسطه های اخبار عمومی جمهوریوی، ولایتی و شهری به سوال و پرسش های خود وابسته به پهلوهای مختلف فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجوده، روند کارهای سازندگی و بنیادکاری و نقشه و نیت‌های من بعد رهبریت شهر و امثال این پاسخهای مشخص گرفتند. در نشست نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مدیر ریاستی اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت عمرنیسا پولادی اشتراک داشت.